با سلام به همه فارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید. شکرالله هستم. با یه ویدیوی جدید گفتم نزدیک شدن سال جدید نوروز رو، شمسی رو به همه شما فارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید تبریک میگم. امیدوارم که شاد و سرحال باشید در هر کجای دنیا که هستید. اینجا شهر هوفورش توی استان دالرنه توی کشور سوئد. دارم میرم یه شهری به نام سندویکن که یه آپارتمان کوچیک اونجا دارم، میخوام برم یه سری بهش بزنم. بعدش هم گفتم یه ویدیو کلیپ بگیرم برای شما فارسی زبانان و ببینین آب و هوای سوئد در چه حاله. امروز 3 مارس 2025 و هوا داره یواش یواش رو به بهار میره و امیدوارم که به زودی هوای سوئد گرم بشه و ما یه نفس تازه بکشیم از این زمستان طولانی. دوستان، همونطوری که در ویدیوهای قبلی من بهتون اطلاع دادم، من با یه بیزنس آنلاین فعالیت دارم و حدود 1 سال و 4 ماه دارم کار میکنم و این بیزنس بسیار بیزنس خوبیه. در واقع یه پلن بی برای خودم درست کردم که در واقع یه درآمد اضافی بتونم ازش در بیارم از این طریق. دوستان، در سراسر دنیا الان رسیده به 230,000 نفر آدم، طبق اطلاعاتی که من جدیداً از این بیزنس به دست آوردم، حدود 230,000 نفر الان تو این بیزنس فعالن و تعداد خیلی زیادی از فارسی زبانا مشغول کارن با این بیزنس. بیزنس بسیار خوبیه و اگه شما مایل باشید میتونید اسم و ایمیلتون رو برای من ارسال کنید و من اطلاعات بیشتر رو به شما بدم. اسم لینک منم هست www.shabanfar.mindpower.com. اسم و ایمیلتون رو برام بفرستید تا بهتون یه ورکشاپ 90 دقیقه‌ای مجانی بفرستم تا با این بیزنس بیشتر آشنا بشید. شاد و سرحال باشید در هر کجای دنیا که هستید. با امید روزای خوب، شاد و همراه با پیروزی برای همه شما در هر کجای دنیا که هستید. خدا نگهدار شما.